گفتم به فرزند خود از تاریخ این دین و از آلوده شدن کفار در ایده‌هایشان به گناه ها صحبت کنیم، یک درس باشد برایشان. اما چرا ما این فرصت ها رو همچون درس استفاده نمی کنیم و آلوده می شویم به گناه و به چیزهای دیگر؟ و اینجا خواهران و برادران زیادی هم هستن میگن خیر چی شده است، یک خرسندی کردیم. خیلی چیز می شود عزیزان، در ایدی کافران شریک شدن خیلی چیز می شود. اگر گفتید من با دین رابطه ندارم که حکم شما معلوم است، اما آنهایی که میگید الحمدلله مسلمانم، من مسلمان زاده ام، بعدن تاجیک هستم، من مسلمانم، بدانید که در نزد تمام علما مقدس دانستن ایدی یک کافر این است که او را به ایدش تبریک گویی و باز اشتراک کردن در آن دیگر این مصیبت است و کفر است. که تو قبول داری که آره تو در این روز خدایت تولد شد، مبارکت باد.